بین اساطیر ایرانی و داستان‌های شاهنامه، دیوها و موجودات اهریمنی نقش خیلی مهمی تو نبرد بین خیر و شر داشتن. هر کدوم از دیوها نمادی از تاریکی و بی‌نظمی در برابر روشنایی هستند. یکی از این دیوهای رازآلود و کمتر شناخته شده خزروان هستش. دیو سیاهی که به عنوان پوراهریمن یا همون نگهبان تاریکی ازش یاد میشه. درود، خیلی خوش اومدی به ویدیو جدید. امروز میخوام داستان یکی از موجودات افسانه ایران رو برات تعریف کنم. امیدوارم که لذت ببری. امروز قراره بریم یه زمان دور، خیلی دور، وقتی هنوز آدمیزاد تازه پا گرفته بود. یه پادشاهی بود به اسم کیومرث. میگن همه موجودات زمین، از حیوان گرفته تا پرنده و حتی موجودات افسانه‌ای به حرفش گوش میدادن. کیومرث یه پسر داشت به اسم سیامک. خیلی دوستش داشت، انگار روش قسم خورده بود. اما همیشه اون جایی که نور هست یه سایه هم هست. یه دیو تاریک، یه موجود اهریمنی، یه چیز لعنتی به اسم خزروان که میگم فرزند خود اهریمن بود. خزروان دنبال قدرت بود، دنبال انتقام از روشنایی. یه لشکر از دیوها و شیاطین جمع کرد تا بیاد سراغ پادشاه و تخت رو ازش بگیره. وقتی خبر رسید سیامک آتیش گرفت. گفت نمیذاره این موجود سیاه به پدرش دست بزنه. لباس جنگ پوشید. نبرد سختی بود. همه دیوها عقب کشیدن، ولی خود خزروان اومد جلو. اونقدر قوی بود که وقتی به سیامک رسید فقط با یه ضربه انداختش زمین و بعد سینه‌شو درید. سیامک کشته شد. وقتی این خبر رسید به کیومرث انگار دنیا روی سرش خراب شد. 7 روز عزاداری کرد، اما بعدش سوگ رو تبدیل به خشم کرد. یه لشکر از دد و دام و مرغ و پری جمع کرد و فرماندهی اون لشکر رو سپرد به نوه‌اش هوشنگ، پسر سیامک. یه جنگ بزرگ به پا شد. سپاه نور و روشنایی با سپاه دیوها روبرو شدن. هوشنگ مثل پدرش رفت رو در رو با خزروان، اما این بار فرق داشت. هوشنگ با شمشیری از آتش تو دلش تونست دیو رو شکست بده. خزروان افتاد و باهاش بخشی از تاریکی هم برای همیشه محو شد. میگن هنوزم بعضی شبها وقتی مه سنگین روی کوها میفته و هیچ صدایی نمیاد، صدای نفسهای خزروان از دل خاک بلند میشه. ولی اون دیگه بر نمیگرده، چون با خونی که ریخت یه عهد قدیمی شکسته شد. عهدی بین تاریکی و روشنایی. ممنون که تا آخر تماشا کردی. لایک و کامنت هم یادت نره. راستی اگه موجودی مد نظرت و میخوای داستانی ازش بشنوی حتما کامنت کن. خدا نگهدار.